دوستان شما به این درخت چی میگین؟ اسمش چیه؟ تو کامنت ها بنویس برام. ببین اولین بار میبینم همچین درختی که چوبش اینقدر کلفت باشه. این برگه رو که دور بر هستن قبلا منم دیدم خیلی باریکن، ولی اینو ببین چقدر کلفته. ببین اسمش چیه؟ بس هر کس به زبان محلی خودش اسمشو برام کامنت کنه. گلم داره ها، نگاه ایناش. این بقیه رو چوباش باریکن، فقط همین یکی اینقدر کلفته و اولین بار تو عمرم که 30 خورده عمر دارم، 35 سال، اولین بار میبینم همچین درختی. البته از همین نمونه درخت که چوبش اینقدر کلفت باشه. اینا برای زغال خوبن، بخصوص زغال برای قلیان. کباب هم خوبه، زغالش برای کباب هم خوبه.